سید گفت شما کارید نباشه، دهنشو باز کنید. عمو دهنشو باز کرد. تا آیلار خواست شروع کنه به سید فحش بده، سید یه دعا خوند که همون لحظه انگار دهن آیلار رو به هم دوختن. نمیتونست دهنشو باز کنه. سید گفت میخوام بهت اجازه صحبت کردن بدم. فقط بگو کی هستی و از جون این طفل معصوم چی میخوای؟ سید با دستاش یه اشاره کرد و آیلار گفت من ساجودم از طایفه جنیان کافر. این دختر باید بمیره. سید گفت ازت میخوام که از این دختر بگذری. منم بهت قول میدم که کاری بهت نداشته باشم. اون گفت پیرمرد، هر کاری که دوست داری بکن.